باشد در این وقت شب؟ کی می شود دیگر؟ البته که شوکت است در قمار بوی داده آمده است. نمی کشایم. کنی بینم؟ این دفعه نمی کشایم جناب شوکت. خدایا توبه، این کی است که اینقدر زنگ رو می زند؟ کی هستی؟ چی شد؟ من اینجا چیکار میکنم؟ یا خدایا چی شد؟ چه خیلی اینجا افتادم؟ ناممکن است. کالتاکلا زنده نیست. هرگز سری بین مرگ و زندگی را کسی گشوده نمیتواند. سردار، او را دیدم. نمیدانم چه خیل کرده است اما زنده است. مرگ گرفته‌اش را هرگز دوباره نمیدهد. نباید این خیل باشد. باوری داری که کالتاکلاس را دیده ای؟ باوری دارم سردار، او بود. فرو التماس چشمانت رو بشو. فرو برو تنها نباشی. با دقت باشی. فرو اما که اکرم زهرا زود به ماشین شینید. خواهرم اینجا ما رو منتظر شد. مایلش خدایا یاری امادی.
دیگر جای رفتن نداشتم. امشب در خانه تو میتوانم ایستم؟ بیا به داخل دروی. گوش کن. تو با من گفته بودی که کلتاکلاس مرد. اگر دعوا کنی که اون مرده است، برای این باوری خودت کافی نیست. مرا باور کناندنت لازم. سردار این رو در مدت کوتاهی اثبات میکنم. چیزی که دیدی مرده است یا زنده فرق ندارد. پیدا کردن از من میاری. کلتاکلاس برای زنده ماندنش باید با مرد داد و گریفت داشته باشد. او رو حتما نزد شما میارم. رفتیم. رسیدم دختر. فاروق طاقت زودتر باشد زودتر شمارم بمیرم زودتر جزدانم رو دید بمیلی زنگ زنم مامان جون زودتر فاروق خدایا پسرم رو نگهدار. مامان جون پسرم رو نگهدار. بگیر. با خدا هیچ چیز رو نمیفهم. آدم چه خیلی بیرش رو از خانه پیش میکنم. گرچه بابایت باشد هم دیده بودم دامادرش رو با ملتیق چخیل پیش کرد. میریست ببخشو اما بابایت کمی دیوانه است. وای من تو وقتی که برای خود جای پیدا کنم میتوانم در خانه تو ایستم. چی ها میگویی؟ البته نیست. رحمت بیا میریست. بیا برای تلگون لباس یابم. چیز میگویم نو نیست و مهمش که خشک است. ها رحمت می شود. گیر اینها رو هم پوش. یعنی تو لباس هایت رو ایوز کن. من هم رفته ایوز میکنم. منش تشکر زیاد. فاروق ما رو تنها نگذار من و دخترم با تو این جوی داریم التماس تنها نگذار ما فاروق ما رو تنها نگذار لطفا چشمت رو پوشا فاروق چشمت رو پوشا فاروق باید جوشیده بابا جون. آهسته با دقت باشه فاروق بسیار زیبیده است. با فکرم خنده آور شدم. نه زیبیده است. اینجا قهوه نوشیدیم یاد داری؟ وای چقدر زیبا بوده است اینجا. از برای شما شد اول حیات دخترم رو برباد داده فاروق همه غم رو با دل گیری عاقبت دلش طاقت کرده نتوانید تاب نآورد زندگی ما رو تلخ کرده. اینجا را با آنجا مقایسه کنی یک خرابزار است. اینجا بهتر است. کاش اینجا زندگی میکردم. این دختر را نفهمیدم. اول تو رو با یک نفر شناس میکنم گفته بود آنجا یک کنیسه دیوانه مرا پیش کرد. باز مرا از خانه پیش کردن گفته به خانه من آمده است. تو پیشم نکنی نمیروم. نه جانم چرا پیش کنم؟
این دختر حافظش رو از دست داده است. چه بلا؟ عجبا، مرا نشناخته است. مثل جنیفر لاف زیبا است. حاضر وقتی پرسیدن اینها نیست، ولی این مسئله رو حتما باید جستجو کنم. آی یا خدایا. تلفن نمی بردارم. اقلا الا بگو. گپ زدن نمی خواهم. ملیس دخترم جواب ده. در کجایی ملیس؟ جواب ده با تلفن. این خیل نکن، پدر و مادرت خواتیر می شوند. خواتیر شوند، با قدرم می رسند. به فکر من یک پیامک فرستی خوب می شود. نمی خواهم، جواب نمی دهم. خیر، خودت می دانی. آنها را اینجا گذاشتم تا که خوشت به اینها شود. بسیار زیبا شده است. مکانی راحت است. میلیس، خوابت آمد. به داخل درآ، چون که اینجا بسیار خنک است. نه، خوابش برده است. میلیس، میلیس، خدایا. این چه خیل شد؟ میلیس، میلیس. خدایا توبه. اف، خدایا. میلیس. اف. کنی بیا. شب بخیر. شب بخیر. کمی ایستا. تو در حال دختر رو از خود میکنی. فکر کن تو رو میشناسد یا در اول دوملوسی ها حاضر احمد میگوید. این خیل نمیشود. باید حافظم را به دست آورم. پگاه اول نزد دکتر میروم. جنابی دکتر، جناب دکتر، پسرم چی خیل است؟ اما کم شفا مییابند جناب دکتر. از نماز دیر ماندم. خیز دامولای ساخته بودن آشکار می شود. دامولای دیوانه از مفتیات اجازت گرفته است. یک چند روز آمده نمیتواند. همین خیل نیاکه خلیل.
به خدا بسری اوچی های که نامد. همین دامونای دیوانه است که سرش رو همیشه به بلا میموند. زامبی گفته گشته است. در این زمان زامبی نمونده است. درست میگویی. یه چیز گویم بچه ها، به نزدیک مفتیات این رو از امامی میگیرن. حالا میبینید شما. این یک دیوانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوه بچه این بین موضوع هم همین جان کو. خیلی نگوید باز نگوید. نماز را که خوندم. یه بچه ها این کی است؟ از مفتیات هر جا باشد یک چند روزه امام روان کرده. با فکرم امامی نه. خوب است، مناسب می نماید. استودم اومده است. با خدا استودم اومده است. نیسته با کجا می روی؟ با من چیز شد با فکرم. خوب دیده استودم چی؟ هوا دیه مرا. من هم خودگیرم خوب نیست که خوب نیستم. بچه ها مولای دیوانه هم بود است که کسی جانش رو دوست بدارد گریزد. بچه ها گریزد. بگریز میشه بچه ها بگریز نخیرتا با. چی شد؟ هجری؟ و این جماعت چی شده است؟ استاد شما رو دیدن هدیه‌گیری رفتم. استاد خوش آمد دیگه استاد جان. خدایا توبه، این جماعت کجا رفت؟ با خدا نمیدونم استاد هر دویمون تنها هستیم. یک سوال پرسم از شما التماس استاد. سوالت را نپرس هجری، سری من هم گرنگ شده است. یگان وقتی دیگر میپرسی. مایلش استاد هیچ گپ نه. در مکتب اومدم میپرسم تو بازدید استاد. خیر مکتب؟ کدام مکتب؟ کاری کرده شما رو ببینیده از پشت شما شدن نماز بامداد قضا می شود. اکا نمیشه که همه هر سهر میرایی در روز نرمو نماز بامداده در خانه بخونیم. چی میگویی تو بینمک؟ در مسجد محترم دامالا زیان نماز خواندن برابری خانه است مگر؟ اکا این نمیگ یک به عقل است. ثواب نماز جماعت رو از کجا میدونده؟ شرف ای خود رفته استی خدا حرمت که بچه در عصبان نرسکی میپرنم تایلاقچه. من میگویم که تو رو پرانم چون که تو در این جهان یک آدمی نادرکار هستی. میدونی من کیم؟ خاموش شوید خاموش. در این صبح صادق با وجودتان شیطان در آمد. گوش کنید مجبورم نسازید که هر دویتان را میپرانم. گوشوات میپرانم. حالا صبر کن تو. یک دیگر را نگاه نکنید بیرون را نگاه کنید. خدایا توبه، با این جماعت چی شد؟ هیچ نفهمیدم. با پسشان نگاه نکرده گریخته رفتن. نفهمیدم. این بوقه کی است که این خیل ماشین میرانده؟ اکا اجازه ده من رو پرانم. کنی برایت. خدایا این دیوانه ها چه خیل ماشین میرانند. اکا آنا ماشین این همون ماشینی است که با آدم سقراط کمک کردنگی بود. کنعان دیوانه. ماشین شیرین تعقیبش میکنیم. اوه سردارم اوه این خیال های کرتکله چی چیزهای به سر شما نآورده؟ انا بینه دستکار پیش کردن. من گفته بودم دیگر گفتن نمیخواهم اما یعنی چند بار گفتم سردارم شما ما رو گوش نکردی. لوند از برای خدا پسرم خاموش باشه. خاموش باش به این هم خشمگینم. سردارم این ماشین کنعانی دیوانه نیست مگر اینها کی رو تعقیب میکنن؟ به من چی؟ کسی رو تعقیب کنن تعقیب کردن که سردارم با بینیم بوی نقشه آماده ایستاده است. بیا التماس آنها رو تعقیب کنیم ملش سردارم ها. یک دقیقه من یکی میپرسم از شف لویت در سر رول مایم. اکشن ماشین بردم ساز کردم نگاه که چقدر زوادید میشم.
طرف و با اون طرف رفته او را یافته نزد مناره. برم لوین توما کی هی؟ کنانی دیوانه چی گپ از در دست سیلو داری؟ باز از پسی کی هستی ها؟ 3-4 سم خدا داد دست دنیا را بسوب فکر کردی ها؟ از پسی کی شوم برادر؟ سخرات لینی که دامولازیا را کشته بود از پسی آن هستم. مرا دامولازیا میگویم. من نمردم. این دیوانه ها چی میگویم؟ مردک در کاری پلیس تو چی بونی قرنت همی خلونی ها؟ خاطری کرتکلس رو دستگیر کردن کاری پلیس است، یعنی کاری لوین است تو نی. چی ها میگویم؟ نمی شود برادر، نمی شود. تا آن آدم را نیابم انتقام دامولازیایمون را نگیرم خوابم حرام است. مردک بس از کرتکلس اینه مردک خوشبرو تا ببین ای پشت همون کرتکلس ای وظیفه‌اش سبک دوشش کردن. خاموش. کمیسر رو از وظیفه‌اش گرفتن؟ کمیسرم و چرا از وظیفه گرفتن نه؟ ای شونی کنان اروای کرتکلس ای مردک زد. 100 بار گفتم که بیاید پشت زنده ها بگردیم این خوشبروی باشه گپی پدرش با هیچ کنن. ببین خاموش. همه کسا لوین تا گوش کنین. این مراتبه به خاطر سردارم ترومه بخشم کنانی دیوانه، اما باری دیگر تو رو بینم باور کن با مرکز میبرم در شوبچه زدن این میکنم که مرده کرتکلس بگردن میگیری. در تپاتو نخرد هر که بخونه خد نمک گوشه که متر در زندگی پدت ببینم. گوشه میشه پلیس را ببین چه خیل گپ ها میزند. مرا لوین میگه گپ ما یک بار تکرار میکنم. نمک بزیر نگه نه که ما ایت قرضدار نیستیم. گوشه ایدی گوشه چور چشم خدا بینه چشموی بلغتا یا رفته می سردارم قطعی بی سوادم خیلی گپ زدن در کن سیاستش شنادن در کن. نمک چی نگاه داری گوشه آلیدین تزک رنگ نمدم چور چشم را رمین اومد. نمک بعد نگاه میکنم گویا که ما این قرضدار باشم. یا خدایا اینها چی میگویم؟ چی کار کردن؟ یا با من چیزی شده است نمیفهمم. توبه من خواب میبینم مگر خودش چی گپ است؟ انیق کسی دروغ گفته است که من مردم. جماعت این گپ را باور کردم مرا مرده گفته از مسجد گریختم. یا خدایا خیر کمی خواب رفته راحت کنم. همینجا دراز میکشم. فاروق مرا تنها نگذار فاروق، التماس تنهایم نگذار. من به تو چی خیل زندگی میکنم. آرامش فاروق بیسرم مرا به درد فرزند گرفتار کرد. امک جون این کار چی خیر شد عقلم نمیگیرد. چی خیل شد گفته؟ من به تو میگویم شما او رو کشتید، شوهرم را شما کشتید. هر دویتون قاتل هستید. قاتل خیزم اکران. چی شد؟ این چی است در سری من؟ خدایا توبه این را بین؟ چرا من جیلک پوشیدم؟ توبه این چه گپ است؟ به خود بیا. خدایا این چیست؟ من دامولا هستم؟ به خود بیا. هم استاد دین هم دامولا هستم مگر؟ توبه استغفرالله گوشم در سرم نیست. من کی هستم ها؟ کی هستم ها؟ چه گپ باشم؟ نفهمیدم. صبح بخیر احمد. صبح بخیر. وای من میگویم با خونه رفته یک دو چیزم رو گرفته بیارم، گرچنده با اونجا رفتن نمیخواهم. این خیل نکن، آیلت هستن تشویش میشم. تمام میروم گفتم کو دومولوزیو. دومولوزیو؟ وای یعنی احمد گفتنی بودم. میلیس از من چیزی را پنهان میداری؟ ای نه جانم، چرا از تو چیزی رو پنهان کنم؟ یعنی چی گفتنت رو تماما نمیفهمم.
متاسفم این کلید را گیر شاید گشته بیایی من نیستم میکشایی تشکر زیاد آدمی خوبی چیزی نیست این دختر چیزی رو پنهان کرده ایستاده است ولی چی؟ زاغ سیاه هستم استاد احمد هستم دامالا زیاه هستم کی هستم من؟ این را حتما فهمیدن لازم چی خدمت؟ با سپارش سود برای تحقیقات مرگ فروخ شنلی آمدیم. تحقیقات گفتید؟ بله. اما چی خیر؟ یک طرف استید ما درویم. амаки акрам полисҳо барои бозпурсии марги амаки фарух омаданд. полисҳо гуфтӣ? ҷаноби полис писари ман аз ҳисоби дилаш мурд. яъне ба фикрам тадқиқот карданатон лозим нест. برای مرگ فروخ شنلی از بلایتون شکایت کردن. شکایت؟ کی شکایت کرد؟ من شکایت کردم. جناب پلیس این بابای دخترم می شود. دخترم رو با شپات زد. دل شوهرم تاب نآورد. دلش زد مرد. کلین خاموش باش خاموش باش. مانید گپش رو گوید. دخترم رو نمییابم. التماس دخترم رو یابید. جناب پلیس التماس دخترم رو یابید. با سرش باز یکان فکری بد ناید. التماس دخترم رو یابید. به او زندگی کردن نمیتوانم. خدا رحمت کند. جناب یک لحظه این قاتلانی گناهکار رو نگرفته با کجا میروید شما با کجا؟ مادر با شما چی شده است؟ ملیس مادر اینجا چی گپ است که همه‌تان جمع شدید؟ پدرم کجاست؟ اینجا پلیس ها چیکار میکنن؟ چی شده است؟ یگان جواب دید آخر. مادر اشیاهای پدرم چرا اینجا هستن؟ ملیس یگان جواب دید آخر. ملیس جون با پدرم چیزی شد؟ ها؟ ملیس جون دیروز بعدی رفتن تو پدرت دلش زد. ملیس پدرت رو از دست داده. نه ملیس باش دخترم فاروق رو گذاشته شما دروغ میگوید. نه پدر جان پدر ماما جان گوی که او دروغ میگوید. پدر جان
التماس یک بار ما رو گوش کنید. با نزد پسیکولوگ رویم. التماس وگرنه با این خیرهای کارتکلاس انی خلوق میشوید. همون سردار امنیت به شما گفت کو این خدا در شعبه امنیت خدمت کرده. اگر این غیر رفتن گیرد آبرویت پس میشود. از چهار پگانه که داری میمونی. بعدی وظیفه شما را ماده میتم. بعد مرا نمیفوره. کدام وظیفه لوین؟ کدام وظیفه؟ از پشت کلتکلا زنم مرا ترک کرد. حیاتم محو شد. تمام. من باشم میگم که شادانامه و سلاحتون رو سپرید. از این پس سردار من میشم. با نزد پسیکولوگ رفته شما رو تبابت میکنیم. بازگشته با تشکیلات میویم. فهمو؟ اعتراض نکنید. میرویم. ای رب با همین پسیکولوگات اخرم در جایش هست. خدایا کلتکلاس باز در همین جا اینجا چیکار میکنند؟ کلتکلاس لوین کلتکلاس بزار کدیمو کلتکلاس با کسانم کلتکلاس میگویم کلتکلاس میروادای تمام سردار خدا قربان است که آرام باشه سردار خوش کنه آرام باشه کلتکلاس نیست کلتکلاس اما رفت مردم بزار کدیمو کلتکلاس میمونی یک دم آرام نفس بکشه کلتکلاس کی بودنم رو اینجا میتوانم بفهمم. رفتیم برادر. سلام. نزد جنابی محمد آمدم. مرحمت در اتاقش هست. یوری دیه و سردار من یوری دیه اینا ما به مرخانه رسیدیم سردار زود باشه دید حالی سردارم بسیار بد است سردار در اینجا کلتکلاس نیست برابر سردارم تمام خدا دو با دست گیرید انا در به مرخانه رسیدیم اپا جان تیز همین دولانی سردارم بینه که 180 با 20 همین خیلی تنج کرد مگه دست میسوزه آنجا گذاشته شینید التماس نوبت رو رعایت کنید. خیلی نمیشه ما یکان خیلی نوبت پابت انتظار نمیشه ما پلیس ما دا به نوبت باید داره این مردکه می در پشت سوده نمیتونه بمره جو بیره کی میتای التماس گذاشته شینید. تمام سردارم آروم شد سردار اکا جان احوالش گنده بداره. تمام به این طرف گذارید. تمام سردارم تمام نوبت گرفته لحظه شبیه رنگ ویبراسیون می لرزه سردردگاه یک طرف این طرف چه خدمت میبینیم جناب اونر مرا میشنوید؟ سردارم میشنوید دکتر چی میگه؟ میشنوید؟ اونر جان آرام باش آرام من در کجایم؟ جایتون امن است جناب اونر دردتون رو خوب میفهمم راهی تبابتش ساده است کلتکلاس گفتنی گپ نیست این در نظرتان میتابد دیدید دکتر چی میگه؟ شنیدید؟ آها اما جناب دکتر این خیلی آدم هست میبینم او رو در همه جا میبینم کسی رو که میبینید سال هاست که مرده است حتی با جناب لوین در جنازه‌اش اشتراک داشتید سردارم دکتر مرا پرسید که چی درد دارم همش نقل کردم انشالله که خوب تبابت معلوم است که کلتکلاس در حیات شما تأثیری کلان گذاشته است برای همین پیش نظرتون میتابد اما جناب دکتر 1 سال بود که او رو ندیده بودم نودیده شدم بله چی چیزهایی ندیده بوده این خیلی کارها میشوند این حالتها میتوانند به معایناتون تأثیر جدی رسانند مردم اینقدر دردی زیاد داشتن زود باش برادر کاری میکردگیتون آسان است وقتی کلتکلاس رو دیدید تو نیستی بگوید دیدی؟ اوه خیال هایی که شما میبینید میتواند به شما تأثیر فیزیکی رساند پایتون رو زیر میکند با شما گپ زدن میخواهد
حتی شپوتی میزند. خدا نگهداره. شما طوری رفتار کنید که گویا آنها را ندیدید. و شما یک دورو می نویسم. اگر درست استفاده کنید دیگر خیال ها را نمی بینید. رحمت بر پدرت. رحمت دکتر. تشکر زیاد. خدا شفا دهد. سردارم شما در بین انتظار شوید. من دکتر گوشش یک تهمتم پلوس میتم کن اینجا بیا. چه خیلی که کسل دروغتی من دروغ نگو. راست شو بگو. همین کسل سیاد میشه و کم خیلی دیونه میره. اینجاست جناب دکتر انا وای در اینجاست وای کاتاکلاس در اینجاست انا وای انا جناب اون کسی نیست. این رو لحظه دکتر گفتی سیاد میشه و دیوانه تر شد کو. دوروها رو منتظم خورید. گفته هایم رو اجرا کنید. اگر کلاس رو بینید که اینجا نشسته است پروا نکنید. سلام داده رفتن گیرید. به قفایتان نگاه نکنید. دانتا بگیره گوش کن. اگر گفته هایم رو اجرا کنید زود شفا میابید. تکرارا خدا شفا دهد. مالی ماش ما میگیرم پول تمیارم. خب شنو دی دکترم از این پس ما از کلت کلاس نمیترسم. او از ما باید بترسم. به این هم نیست کو. چرا از کلت کلاس ترسم؟ بله سردارم دوراتا سری وقت بخون. دیونگی را بس کن شوشا زنن میتم. زیر نشه جانی من. دیدم میگویم لوین من وای رو دیدم با چشم دیدم یک دقیقه با من گوش کنه. از همون دارو یک تخوره انشالله خوب بشه. دارو که دکتر داد کجاش کردی؟ تلفن. چی؟ سمی؟ تعزیه‌ام رو قبول کن. اکای فاروق وفات کرد. چی؟ جناب دکتر من حافظم را گم کردم. نمیابم. در کوتاه‌ترین مدت حافظم را یافتن لازم. برای همین آمدم. فهمو جناب احمد. برای طبابت شما تنها یک راه است. این هم گیپنوز. میلش گیپنوز چیزی که هست طبابت کنید. درس میدیدی مثل فیلم های عاشقی. آواز رو سنجین. یک دو بانو خانم بانو میسیس بانو میسیس بانو میسیس بانو میسیس بانو همش طوریه. For example, we use the future perfect continuous tense to say that something continue until a particular event or time in the future. For example, in April she will have been teaching English at Uslanmaz High School for 5 years. همه انگلیسی را که نمیفهمده درس هم نمیفهمده. بله برادر بسیار دلگیر شدم من. یگون چیز رو نمیفهمم. مرم رنگ تو همه انگلیسی را که اولش نباشه آخرش هم نمیفهمده. You can't understand because you're an idiot. Because you عجینه. خودت عجینه فهمیدی؟ بچه ها let's do an example. Juniper Bill has been living with house. Come in please. بانو جان از صبح تا حال درس گذشتید. گرسنه نشدید. با فکرم فشارتون پس شد جانم. لیمونچویتون آوردم. What hell are you doing here? نه معلمه شما رو نفهمید. وای انگلیسی رو بمبا میفهمد. چی؟ کودک خیر کجاش رو نمیفهمم. وقتی که من انگلیسی را میدونستم انگلیسی را سوز گپ زدن نمیتونستم. ایدو وایس معلومه الان گشنگی به انگلیسی چی میشه؟ زتی چه گشنیم چی اینو توغری گفتم؟ توغری
توغری اما در هر جا تغییر می‌یابد. Sorry. Mrs. Bano, I took is food. Food. I took is food. Potatoes. Food for you. For you, برای تو. Mrs. میسیس با فکرم دختر شوهردار رو میگفتم. میستر باشد موسفیده کنم. این شوهر نداره با فکرم میس میشه. میسای علمینه. اخ خدایا میس. سوری. میس بانو. بده هنکشمانو. میس بانو. I got for you potato in the chicken. For you, only for you. اینها رو گرفتن زود و بیرون را. No. Excuse me, no. You are angry because you are angry. جناب احمد اکنون چشمانت را پوشید. پوشم؟ در روی یک اقیانوس پرواز کنید. چه خیل در روی اقیانوس پرواز میکنم؟ مگر پرنده هستم؟ اینش را فکر نکنید. گفته مرا کنید. در بالای یک اقیانوس رفته ایستاده. خب کدام اقیانوس؟ اینش رو بگید. مهم نیست. اقیانوسی کلان باشد. چه خیل مهم نیست. میرویم اما فکر بازگشت را کردیم. جناب احمد به گیپنوز خلل میرسونه. بخشش نفسی چقدر گیره. آرام استید. نفس خالی شد. تنها خودتان را فکر کنید. دیگر هیچ چیز را فکر نکنید. من حاضر از رقم 5 به قفا حساب میکنم. 0 که گفتم خوابتان میبرد. بعداً تنها به گفته های من حرکت میکنید. 5 4 3 2 1 0. بله جناب احمد، از شما 6 ماه پیش در کجا بودنتان رو میخوام دانم. حاضر در کجایید؟ نمیدونم. در یک تاریکیم. چی رو دیده ایستاده؟ هیچ چیز. تاریکی. میسیسن میسترم آفسیز خانمان آفسیز جنابان. And I got to do seaside in why night no sun night Bonu Rostigi I love you it is for you. زود بیرون. بچه ها گرفته براره دورو. No شفقت میرینگی میزنم چوزانو در عشق بانو. چه گفتیم بچه ها؟ خواهش میکنم. زود بیرون برو میگویم. خانم بانو من دست رو ویران کردم. معذرت میخوام. شما و بچه ها رو تنها میگذارم. همون کشکا رو گرم و گرم بخور که دنبلو گفت که خنک شود تاثیر دا کم میرسه. من رفتم. اساسا میرم. اینجا بیا. زود اینجا بیا. اینها رو گرفتم و بیرون برو. No گفتم که نو. لطفا اینها برای شما است بانو جان. بچه ها لطفا همین معلومتون رو بفهمونید. در نوروز کارچکه بیرون خوردن ثوابه. برای کار نوروز مبارک. توی قطاره مرم. ویب کوی. کاش که بجای معلمم من میبودم. بچه ها خاموش شوید. خاموش شوید میگوید. حالا هم چیزی رو نمیبینید. دکتر من 6 ماه پیش در کاما بودم. چی رو میبینم؟ تمام. این خیلی باشد 1.5 سال پیش رو میبینید. حاضر در کجایید؟ در یک جایی تاریکی. چیزی ندیده ایستادید؟ نه مثل که یک آدم را میبینم. یک آدم را؟ میدود
دیوانوار میدم. دویده ایستاده است؟ مثل که از چیزی گریخته ایستاده است. این آدم باید شما باشید. ندیده ایستادم. در رویش نقاب دارد. نقاب دارد؟ بله. فهمو نقابش را کشید. کشیدم. اکنون چی میبینید؟ هیچ چیز. نقاب. این نقاب را نیز کشید. کشیدم. اکنون چی میبینید؟ باز نقاب. شد جناب احمد. حاضر از 3 به پایان حساب میکنم، بیدار میشوید. 3 2 1 0. چله جناب احمد. خوبم. متاسفانه کاری کرده نمیتوانیم. حافظه‌تان را از دست دادید، گذشته‌تان را دیده نمیتوانید. یعنی چه شما کاری کردن نمیتوانید؟ چی میشود؟ وای آدمی خوددار کی بود؟ احتمال کلان است که شما هستید. از تأثیر چیزی مینتان خوب نیست. خودتان را نمیشناسید. آن نقاب باشد بین شما و گذشته‌تان پرده شده است. حافظه‌تان را که از دست دادید، در زیر نقاب رویتان را دیده نمیتوانید. تماما گم شده رفتید. از برای خدا یابی دکتر جان. کاری کرده نمیتوانیم. هفته آینده باز گیپنوز میکنیم. میبینیم چی میشود. نیه یعنی یگان نمودی تبابت وجود ندارد؟ در این خیل حالت ها انسان ها از گذشته یگان معلومات مهم پیدا میکنند. حافظهشان برقرار میشود، یا اینکه یگان ضربه خورد حافظهشان برقرار میشود. شما نیز در کوتاه ترین مدت به سرتان باید ضربه سخت گیرید. ضربه خوردنم لازم؟ بله. همینش نمیرسید. بله جان، بله جان، شما هیچ خواطر نشوید. مایلش در حال از نظر میگذارم. تمام تا بازدید. کمتر با دقت شوید نمیشود ها؟ سوختم خانم جان، سوختم. معاف شدم. پرابلم چیست؟ صاحب این مکتب زنگ زد. میگوید طلبه که صنف را آتش زد پیدا کنید و ضررش را از پدر و مادرش ستانید. یعنی هیچ کس مانع شده نمیتواند. گوش کن خانم، لطفا مرا با دقت گوش کن. وای طلبه که در را محکم کرده صنف را آتش زد کو، برای یافتنش باید تمام طلبه های صنف را کفتکو کنید. تو رفته معلم شیرالی را دعوت کن، بعد از تنفس به صنف حمله میکنی. تمام. باز به هیچ کس نگویی. خاموش میستم. سلام. امروز کمی ناراحت مینموی. با تو یگون چی شد مگر؟ چیزی نیست رحمت. چونین نمینمویم. شده باشد شده است. با تو چی؟ چرا منو غمخوری میکنی؟ غمخوری نکن فهمو؟ تماشا کرده ایز دختر از آن خود میکنید. ندیدی مگر دختر از پیشش خسته رفت. گوش کن، عشق بزرگ از نفرت آغاز میشود. شاعرانه گفتی. من این دختر رو به این ابله نمیدهم. تو فقط گپ میزنی و خلاص. این کارو چه خیل میکنی تو؟ از باطن نشان میدیم. این کلیدی که از تیریزه پرت افتی نیست؟ دیرکتور کسی رو که صنف رو آتش زده است کفتکوب کرده شده است. خیر من باشم این ابله رو تا بعد از مکتب پیش میکنم. فهمیدی؟ دختر با من میمونم. اگر او در نزدش نباشد کاری من آسان میشود. یک لحظه تو جدی میگویی؟
субҳон бошад имрӯз аз мактаб пеш карда мешавад. رسمی بانوی من در کجا باشه؟ بانو جانم کجایی؟ اینجا بود استه. بانو جان در عشق تو شوکت غریب و بینوا. به خدا پیش عشق تو هم یه صغره بیچاره بودم. من کیه؟ یه خودی زاغی سیاه آدمی نقابدار من هستم مگر این چی علاقه داره؟ به طور خودم استاد دین هستم من به این چی کار دارم خود به خود گپ زدن رو سر کرده به خدا اوستی کلتکلیس هست یا خدا جانمه شوکت رو در پناهت نگهبان باش روش را شاد گردان جویش رو جمع منزل آخرتش را آباد سازو در نظر من نتوان یا خدا جان این همش در خیالم است در آنجا یه چیز نیست میدونم با خدا این خیال نیستی در همین جا بانو جان ها چی میگویی؟ ممکن است من از تو یک سوال پرسم چی میپرسی؟ نزدیک بیاید یک چیز رو به شما نشان میدم چی رو نشان میدهی؟ یک چیزی که تو زیرا ندیده شه نزدیک بیا بانو امیر رو میشناسی؟ کی رو؟ کلتکلیس رو کلتکلیس رو؟ کلتکلیس است کو میدونی کلتکلیس رو او برای من برادرم میشود اکام میشود رحمتی ای دنیا گذشتگی یادش کردم کدامش برادرت است؟ انا امون که در بری شما است کو مگر نمیبینید بانو خدای توبه کردم تو رو به جای اونه که به دیوانه خونه برند آشخانه رو دادن دیوانه هستی مگر ها؟ آی بیزار کردی بانو جانی من راست میگوید من دیوانه شدم در اینجا رسم کلتکلیس نیست اما من میبینم خواجه بگو که منم دیوانه منم در اینجا رسمی کلتکلیس نیسته در نظرم میتاوه حالیم دمیجه به خدای در نظری منش تو در اینجا چیکار میکنی؟ این چی حال است؟ محترم دیرکتور از شما یک چی پرسم ممکن؟ از من هیچ چیز نپرس رفته قهوه بیار تمام میارم اما اول به شما یک صورت رو نشان دیم بسیار گپ نزن هر چی گفتم امور را اجرا تمام محترم دیرکتور من رفته برای شما قهوه میارم پولچه تیار کن از من میارم عزت کن اینجا بیا بگی صورت امیر را دفع کنیم حاضر میگیرم جناب دیرکتور حاضر جناب احمد وقتی خودش رو تغییر داده است رسمش رو نیست تغییر دهد بسیار خوب و بیا اینجا را توضیح کن با دست دیر ماندم باز مدیر سرزنش میکنه اینها کی هستن؟ دستانت را بالا برداشته به بیرون برو یگان کاری خطا نکن نباشد میپرانم برادرها شما کی هستید از من چی میخواهید؟ شوخی نکن باز نشناخته است ما را بسته به ماشین پرتوید چی را میبندید برادر در بین شهر و خیر است؟ بسیار گپ نزن دردت را به سخرات میفهم سخرات؟ او کی است؟ شما چی ها میگوید جناب؟ ما را نمیشناخته است پروا نکن او تو را میشناسد ولی پیشکی بگویم که این بار با بهانه مرگ خلاص نمییابی چرا نگاه میکنید بندید او را
کلاس رو زنده یا مرده من از سقراط میبریم به سقراط بگو عجله نکنه خیلی که نباشد خودم میآیم یک رسمش رو میگرفتیم رفته به سردار چه خیلی اثبات میکنیم که این بیناموز زنده است بیا رفتیم دوست داشتهش رو تقیم میکنیم ما رو به نزد اون میبرد چند بار با تو گفتم که به اجازت من از خانه نبرو به اجازت از کیسم پول نگیر پولها رو به کجا مصرف کردی گمزن گفتم شیطان من به تو بگم گمزن چرا گم نمیزنی یا خدایا این چی روز سیاه هستن مشکلی های این مردم مرا میجویند و من چی؟ اوف زهرا را بسیار یاد کردم لعنت به این مرد بیا تو چیکار میکنی؟ چی خیلی به خانه زده در اومدی؟ تو چی حق داری ها؟ چرا این زن را میزنی؟ گم شو از خانم زن زنی من از خواهم رو میزنم کنی بینم چقدر زور است زرد مرا سرم برو همین خدا یا خدایا من اینجا چیکار میکنم؟ خانم شما کی هستید؟ بخشش خانم من اینجا چیکار دارم؟ خدایت آمد این حادثه ها را ببین در خانه که کسی را نمیشناسه من چیکار میکنم؟ نفهمیدم با دکتر رفتم بدتر شدم مرا گیپنوز کرد حالا هم زیر تاثیر گیپنوز هستم که چیزی رو نمیفهمم من لعنت به من خواستی رفته باز با این معینه طلبه ها را درس عمل برادر من نمیفهمم که چی کار کردم استاد بخشیش قهوه‌تون تا همینجا را آوردم سری فرزند رفت حاضر رفته نوشم بیرون خدایا خداوند ما رو در پناهت نگهبان باش آمین یا خدایا